دوستان دوباره سلام. بچه کلیپ ساخته بودم در رابطه با همسایه با شعوری. خانم که میتونه ماشینش رو تا اینجا بچسبونه انقدر فاصله میده که من موتورم رد شه. بعد این هیوندای سوناتا هم اینجا اصلا جای پارک نیست. اونور مثلا در انباری داریم. حالا مثلا بنده خدا حالا بگم حالا دیشب اومده مثلا گذاشته اینجا. حالا اگه یکی نیاز داشت مثلا به انبارش رجوع کنه باید چی کار بکنه؟ حالا به هر دلیلی حالا حتما مجبور بوده اینجا بذاره، ولی خب یک نوع سد معبر حساب میشه دیگه، یعنی مزاحمت واسه بقیه دیگه. اینجا میتونیم تصمیم بگیریم که پول اصلا باعث این نیست که یه رو با درک با شعوره. اینو فقط میخوام بگم، از نظر من اینطوری میبینمش. اون همسایه ما تیبا داره، اون کارو میکنه، اون فاصله رو میذاره واسه من که موتورمو رد کنم. بعد خیلی هم نوشته بودن که از ترس اینکه بمالی نه اگر رد نشه مجبور بودم ماشین خودم جابجا کنم. و اینم که این هیوندا سوناتا خودتون قضاوت بکنید، ولی از نظر من نظر شخصی خودم گفتم. خیلی مخلصیم، خیلی فروخ.